اگر من گفتم این دوتا بچه رو واگذار میکنم، نه به هر کسی و به هر کی که بیاد اینجا پیغام بذاره یا عدد 50 بذاره واگذارش کنم. به کسی واگذارش میکنم که شرایطش دقیقا مثل شرایطی باشه که خودم برای این دوتا بچه فراهم کردم. اتاق شخصی، غذاهاشون حداقل باید برای 2 ماهشون آماده باشه، یعنی غذا و خاک دستشوییشون باید برای هر کدومشون تک 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 فراهم بشه، یا از این ظرفای برای دستشوییشون برای هر کدومشون تک تک، اتاق سوا، تخت خواب تک نفره سواشون. من اگر میخوام واگذار کنم، نه احتیاج مالی دارم، نه برام نگهداریشون سخته، از اسباب بازیاشون هیچ چیشون برام سخت نیست. نگاه کنید ببینید دوتا گربه داریم، اتاقشون مثل گل میمونه، ولی متاسفانه به دلیل این حساسیت پوستی که گرفتم، دکتر گفته که حداقل باید 5 ماه تا 6 ماه این گربه ها از تو دور باشن، وگرنه ما خودمونم نگهداری این گربه ها برام آسون بوده، هیچ اذیتی واسه من نداشتن. اصلا یه چیز خیلی جالبی که بریکت خونم بودن، ولی الان قرار نیست که بخوام خودم رو بیمار کنم. و اینکه من شرایطی واسه این بچه ها فراهم کردم که حتی تختشون دم پنجره باشه که بتونن بیرون رو نگاه کنن. پس بی خودی قضاوت نکنین و انقدرم تو پست من نه این چیزایی بنویسید که دل آدم رو بشکنید. وقتی یه چیزی رو نمیدونید خواهشاً قضاوت نکنید.